بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان والأكملان على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. با قسمت جدید برنامه گناهان کبیره خدمت شما عزیزان و سروران هستم. البته در این قسمت از برنامه در مورد گناه بزرگ دیگری صحبت خواهیم کرد. گناه بزرگی که در موردش صحبت میکنیم قطع صله رحم هست، قطع روابط خویشاوندی، قطع خویشاوندی. یقینا قطع صله رحم یا قطع خویشاوندی یا قطع این ارتباط خویشاوندی یکی از گناهان بزرگی است. در آیات متعدد الله متعال ما را به پیوست دادن خویشاوندی و زنده نگه داشتن روابط خویشاوندی امر می کند و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نیز در احادیث ما را تشویق و ترغیب می کنند و امر می کنند که باید صله رحم داشته باشیم، ارتباط داشته باشیم با خویشاوندها، با خویشها، با اقارب. و در آیات متعدد، در روایات متعدد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از قطع این ارتباط، از قطع صله رحم منع می کنند. پس هر کسی که صله رحم را قطع می کند، ارتباط خویشاوندی را از بین می برد، در حقیقت مرتکب گناه بزرگی شده است. الله متعال می فرماید در آیه اول سوره نساء: واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. ای مردمان، شما از الله بترسید، شما از الله بترسید، از اللهی که از او میخواهید و از او میطلبید. والارحام، از اللهی بترسید که به نام الله از یک دیگر چیزی میخواهید و میطلبید. والارحام، و همچنان بترسید از ارحام، یعنی از قطع صله رحم. بترسید از قطع کردن و گسستن خویشاوندی، از گسستن ارتباط میان اقارب، از قطع کردن اینها بترسید. در آیه دیگر الله متعال به کفار میگوید که فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم. مخاطب الله متعال اینجا کفار است. در آیه 22 و 23 سوره محمد الله میفرماید که به کافران: آیا شما امیدوار هستید که اگر به شما قدرت و پادشاهی و منصب و چوکی برسه، شما حاکم یک منطقه شوید، شما چی کاری میکنید جز این که در زمین فساد میکنید و صله رحم را قطع میکنید، ارتباط خویشاوندی را از بین میبرید. کسانی که در زمین فساد میکنند و کسانی که قطع صله رحم میکنند، خویشاوندی را از بین میبرند، ارتباط خویشاوندی را از بین میبرند، رفت و آمدهای فامیلی را از بین میبرند، روابط خانوادگی را از بین میبرند و میبرند آن را. اینها کی هستند؟ اولئک الذین لعنهم الله. اینها هستند کسانی که الله آنها را لعنت کرده است. فاصمهم و اعمی ابصارهم. اینها را الله کر و کور گردانیده است. الله متعال در جای دیگر قرآن میفرماید که
والذین یوفون بعهد الله، اینجا صفات مؤمنین را بیان می کند. صفات مؤمنین و بندگان خود را بیان می کند که مؤمنین کیا هستند؟ والذین، آنهایی هستند که یوفون، وفا می کنند، بعهد الله، با عهد و پیمانی که با الله بستند، ولا ینقضون المیثاق، و عهد و پیمانی که بستند آن را نمیشکنند. دیگه صفتشان چیست؟ والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل، مؤمنین کسانی هستند که وصل میکنن آن چیزی را که الله متعال به وصل آن امر کرده است. او چی است؟ صله رحم هست. پس وقتی که وصل کردن رحم، ارتباط دادن میان خویشاوندان، ارتباط گرفتن با خویشاوندان، این چیزی بوده که الله متعال به آن امر کرده است. پس از صفات مؤمنان این است که این امر الهی را بجا میارند، صله رحم را نگه میدارند، ارتباط خویشاوندی را از بین نمیبرند. و در صفات کفار و منافقین باز هم الله متعال در جای دیگر ذکر می کند که الله توسط این قرآن تعدادی را هدایت می دهد و تعدادی را گمراه می سازد. کسانی را که گمراه می سازد کیها هستند؟ و ما یضل به الا الفاسقین، الله گمراه نمی سازد مگر قوم فاسق را، قوم نافرمان را. خب این فاسقین صفتشان چیست؟ عملشان چی است؟ نشانی و علامتشان چیست؟ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. فاسقین، نافرمانان، گمراهان کسانی هستند که عهد و پیمان الله را میشکنند من بعد میثاقه، بعد از اینکه آن را بسته بودند. و دیگه چیکار میکنن؟ و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، قطع میکنند، میبرند آن چیزی را که الله متعال امر به وصلت آن داده بود. پس وقتی که قطع رحم و قطع ارتباط خانوادگی، قطع خویشاوندی، ای از کار کافران بوده، از عمل منافقین بوده، از صفات فاسقین بوده، بدون شک، بدون هیچ شک و شبهه‌ای که این گناه بزرگ است، جنایت بزرگ است، چون یک عمل کافر است، عمل منافقین بوده، عمل فاسقین بوده. پس برای مسلمانان ضروری است که از گسستن و از قطع کردن روابط خانوادگی، روابط خویشاوندی، روابط رحم اجتناب بکنن. هر کسی که قطع این رحم را می کند، این خویشاوندی ها را از بین می برد، این روابط را از بین می برد، اینها در حقیقت مرتکب گناه بزرگ شدند، چون عمل کافران را انجام دادند، شباهت به فاسقان را اختیار کردند و صفت و یا علامت و نشانی منافقان را در خود پیدا کردند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح می‌فرمایند که لا يدخل الجنة قاطع رحم. الله اکبر. این خیلی وعید خطرناک است. این خیلی وعید خطرناک است برای کسانی که روابط خانوادگی، خویشاوندی را از بین میبرند. روی موضوعات بسیار پیش پا افتاده که اگر ما در اصل او موضوعات فکر بکنیم در آخر هیچ چیزی نیست. یا سوء تفاهم است، یا گمان بد هست، یا شک و شبهه هست. چیزی به یقین اونجا پیدا نمیشه. ولو اگر به یقین هم باشه، چیزی هم باشه، ما حق نداریم که قطع روابط بکنیم.
اما اکثر کسانی که قطع صله رحم میکنن ارتباط خانوادگی را از بین میبرند، ارتباط با خویشاوندان را از بین میبرند. بسیار موضوعات تافه هست، بسیار موضوعات پیش پا افتاده است، اصلا ارزش این را ندارد که ما به خاطر این مرتکب همچون گناه بزرگ شویم. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که لا يدخل الجنة قاطع رحم، در بهشت داخل نمی شود، به بهشت وارد نمی شود کی؟ قاطع رحم، کسی که صله رحم را از بین می برد، کسی که قطع خویشاوندی می کند، کسی که قطع ارتباط خویشاوندی می کند. این واقعا وعیدی بسیار خطرناک است. ما به خاطر کاری که از ورود بهشت محروم می شویم، چیزی که ما را از ورود و از داخل شدن بهشت باز می دارد، یکی از او چیزها قطع رحم است. بسیاری ها خیلی عبادت می کنند، نمازهای فرض را هم به وقتش در جماعت ادا می کنند، روزه می گیرند، نمازهای نفلی می خوانند، شبها تهجد می خوانند، روزها را روزه می گیرند، دوشنبه ها پنجشنبه ها را روزه می گیرند، کارهای نیک انجام میتن، به حج می روند، به عمره می روند، اما می بینیم که با فلان ناراض است، با فلان خیش قطع ارتباط داره، به خانمش اجازه نمیده که خانه پدر زنش بروه، به فرزندش اجازه نمیدهد که خانه ماماش بروه یا خانه دایش، میگین البته خانه دایش بروه، خانه عمویش بروه. خب این نیکی ها چی به درد میخوره وقتی که تو مرتکب یک گناه بزرگی میشی که او گناه تو را از ورود بهشت محروم میسازه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگر میفرمایند که من کان له اقارب ضعفاء، کسی که خویشاوندان ضعیف داره، هر کدام ما و شما خویشاوندان ضعیفی داریم، ما یک خانواده‌ای که یک جای زندگی میکنن، مردمانی که با هم خویش و اقارب هستن زندگی میکنن، در میان اینها قوی هم است، ضعیف هم است، فقیر هم است، ثروتمند هم است، افراد متعددی زندگی میکنن. من کان له اقارب ضعفاء، کسی که خویشاوندان ضعیفی داره، خب چه کار میکنه؟ ولم یحسن الیهم، با این خویشاوندان ضعیف خود نیکی نمیکنه. خب دیگه چه کار میکنه؟ و یصرف صدقته الی غیرهم، صدقه و خیرات خود را به دیگران میدهد، به فقرای دورتر، به فقیرایی که خویش و اقارب ای هست، عمویش هست، پسر عمویش هست، پسر داییش هست، داییش هست، به اینها نمیدهد. اینها فقیرن، ضعیفن، به اینها نمیدهد. صدقه و خیرات خود را به فقرای دورتر میدهد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که لم یقبل الله منه صدقته، الله این صدقه او را قبول نکرده است. نمیگوید که نمی کند، میگه اصلا قبول نشده این صدقه ای انسان. دیگه چی؟ ولا ينظر الیه یوم القیامه، در روز قیامت الله متعال به سوی این انسان نمی بیند. او خوشحال است که من دارم صدقه میکنم، به فقرا و ضعفا صدقه میتونم، اما صدقهش مردود است، الله صدقه او را قبول نکرده است و در روز قیامت هم به سوی او نمی بیند. این چقدر شقاوت بزرگی است، چقدر بدبختی بزرگی است که ما به زعم این که داریم نیکی میکنیم، صدقه میدهیم، اما الله صدقه ما را قبول نمی کند. چرا؟ چون خویشاوندان مستحق داشت، اقارب و نزدیکانی داشتند که مستحق بودند، ضعیف بودند، فقیر و ناتوان بودند، آنها را فراموش کرد، یا به خاطر تکبر به آنها، یا اینکه از آنها روی یک موضوع بسیار پیش پا افتاده ناراض بودند. صدقه و خیراتش هم میبره در جای دیگه میته و او هم قبول نمیشوه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در ادامه میفرمایند که
اگر خویشاوندان فقیری دارد و ان کان فقیرا وصلهم بزیارتهم، اگر خویشاوندان فقیری دارد باید این خویشاوندی را وصلت ببخشد، این ارتباط را محکم بکند. با چی؟ با زیارت آنها، برود به زیارت آنها، برود به احوال پرسی آنها و تفقد لاحوالهم، برود احوال آنها را جویا شود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در یک حدیث دیگر می‌فرماید که صلوا ارحمکم ولو بالسلام، روابط خویشاوندیتان را محکم نگه دارید، وصلت دهید، این را بچسبانید، ولو بالسلام. اگر دیگه هیچ کاری کرده نمیتوانید حداقل سلام بکنید. در حدیث دیگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند، واقعا این حدیث هم خیلی تکان دهنده است، متوجه باشید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیصل رحمه. الله اکبر. من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیصل رحمه. کسی که ادعای ایمان به الله را می کند، کسی که ادعای ایمان به روز آخرت را می کند، فلیصل رحمه، باید او صله رحمی داشته باشد، باید او با اقارب و خویشاوندانش، با اقارب و نزدیکانش ارتباط داشته باشد، روابط داشته باشد. خب بعضی وقت یک کسی می آید و می گوید والا ما قطع صله رحم نمی کنم، اما فلان خویش ما، فلان نزدیک ما، فلان دوست ما فلان کار کرد، فلان کار کرد. خب اشتباهات و گناه او را می شمارد که او فلان کرد، او اینطور کرد، او اونطور کرد. یعنی خود را میخواهد تبرئه بدهد، خود را میخواهد تبرئه کند که او اصلا باعث این گسستگی است، او اصلا این ارتباط را او از بین برده است، نه من، تا خود را بیگناه تلقین کند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که لیس الواصل بالمکافئ، وصلت دهنده کسی نیست که پاداش میدهد و بدله میدهد. ما اگر بگیم که فلان کس صله رحم دارد، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که شما چنین تصور نکنید که کسی که صله رحم کننده است کسی است که پاداش میدهد و جواب میدهد. مثلا خویش به زیارت او میآید، این هم به زیارت او میرود. او اگر هدیه میدهد، این هم به او هدیه میدهد. او اگر سلام میکند، این هم سلام میکند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که این واصل نیست. ما این را نمیگوییم که صله رحم کرده است. خب پس واصل کی است؟ کسی که صله رحم را زنده نگه می‌دارد، این ارتباط را محکم نگه می‌دارد، او کیست ای پیامبر خدا؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که ولکن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها. این خیلی مهم است برای تمام کسانی که در گسستن روابط خانوادگی و اقارب و خویشاوندان عذر و بهانه های پیش میکنند که والا او فلان کرد و فلان کرد و فلان کرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که واصل، صله رحم کننده، کسی که جواب میده او نیست، بلکه صله رحم کننده کسی است که طرف مقابل قطع ارتباط میکنه، تو او را وصل میکنی. خب واصل همی است نی؟ واصل همی است که او قطع بکنه تو او را بچسبانی. واصل چه معنا؟ کسی که میچسبانه، دو چیز را با هم پیوند میده. خب همی قطع شده باشه که تو را بچسبانی و پیوند بتی. اگر از اول قطع نشده تو چی را پیوند میتی؟ خب او هم به زیارت تو میآید، تو هم به زیارت او میری، او هم احسان میکنه، تو هم احسان میکنی. این که چسباندن نشد، این فقط تبادل است، تبادل ارتباط است. اما وصلت دهنده واقعی کسی است که جانب مقابل قطع بکنه و ما او را وصل بکنیم، او از بین ببره و ما ایره بچسبانیم. او ارتباطات را از بین میبره، ما ارتباطات را قایم میکنیم. این است صله رحم کننده. پس کسانی که
عذر و بهانه میتراشن که والا فلان اینطور کرد، فلان اونطور کرد. خب او میکنه، اینجا بر تو فرض است، اینجا بر تو لازم است که او قطع میکنه، تو باید وصل بکنی. اگر میخوای ثواب صله رحم را بگیری، اگر میخوای که از صفات مؤمنان که صله رحم کننده ها هستن تو هم از او جمله باشی، تو باید اینطور بکنی. اگر این کار را نکردی، پس چه فرقی شد بین تو و او؟ پس تو از اول صله رحم کننده نبودی، فقط تبادل داشتی بس. اگر میخوای که واقعا صله رحم کننده باشی، روابط را قائم کننده باشی، وصلت دهنده باشی، وقتی که عمویت قطع ارتباط میکنه تو برو درش را بزن. وقتی که پسر عمویت با تو جدال میکنه و ناراض میشه و میرود، تو برو سلام بکو، معذرت بخوا. از تو چیزی کم نمیشه، بلکه منزلت و شأن و مقام تو نزد پروردگار بلند میشه. تو به عنوان وصل کننده های رحم نزد خداوند شناخته میشی. پس این عذر و بهانه ها البته به درد نمیخورد. حکایتی است، گرچه در سندش مقالی هست که سندش زیاد قوی نیست، اما از باب ترغیب و ترهیب میشه که ذکر کرد. ابو هریره رضی الله عنه یک بار در جلسه نشسته بودن، به شاگردانشان درس میدادن. قبل از اینکه درس را آغاز بکنن، ابو هریره گفت که هر کسی که در میان ما قطع ارتباط کرده، قطع صله رحم کرده، از مجلس ما بیرون شود برود. یک جوان از آخر مجلس ابو هریره رضی الله عنه بلند شد رفت. با یک عمه‌اش، خواهر پدرش، با یک عمه‌اش ناراض بود، قطع ارتباط کرده بود. رفت در عمه‌اش را زد. عمه‌اش در را باز کرد، برادرزاده‌اش را دید، خوشحال شد، سلام کردن. گفت تو از من ناراض بودی، قطع ارتباط کرده بودی، چی چیز تو را به دروازه من آورد؟ جوان گفت که ابو هریره در درسش حاضر شدم. ابو هریره رضی الله عنه صدا زد که هر کسی که قطع ارتباط کرده و قطع صله رحم کرده از مجلس ما بیرون شود. به همین خاطر مجبور شدم از مجلس بر آمدم و سیده پیش تو آمدم. عمه‌اش گفت بسیار خوب، برو از ابو هریره پرسان کو چرا چنین چیزی گفته. حتما حکمتی است، چیزی هست که ابو هریره گفته کسی که قطع صله رحم میکنه از مجلس ما بیرون شود. این جوان آمد دوباره به مجلس ابو هریره، رفت نزد ابو هریره رضی الله عنه، سلام کرد و گفت شما وقتی که گفتین کسی که قطع ارتباط کرده باید از مجلس ما بیرون شود، من بودم بیرون شدم، رفتم نزد عمم و با او صلح کردم، اما از من خواسته که از شما بپرسم چرا شما کسی که قطع صله رحم میکند را از مجلستان بیرون میکنید و بیرون کردید. ابو هریره رضی الله عنه میفرماید که من از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنیدم که فرمودند ان الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. ان الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. یقینا رحمت الله متعال فرود نمی آید، پایان نمی شود بر قومی که در میان آنها قطع رحم کننده وجود داشته باشد. الله اکبر. امروز در جایی که ما زندگی میکنیم، در جامعه‌ای که ما زندگی میکنیم، چقدر از این قطع صله رحم کننده ها زیاد هستند. برادر با برادر، خواهر با خواهر، پدر با پسر، دختر با مادر، با عمو، با دایی، با پسر عمو، با پسر دایی، با خویشاوندان و نزدیکان، با دوستان. یکدیگر را میبینیم سلام نمی کنیم، به خانه یکدیگر سر نمیزنیم چون ناراض هستیم، روی چی والا فلان شد و آخرش هم هیچ. رحمت خداوند پایان نمی شود بر قومی که در میان آنها قطع صله رحم کننده ها باشد. واقعا این گناه خطرناک است، گناه بزرگ است، اما ما نمیفهمیم. این گناهی است که زیاد رویش حساب نمی کنند. خیلی ها زنا را گناه فکر میکنند، دزدی را گناه فکر میکنند، سودخوری را گناه فکر میکنند، قتل را گناه فکر میکنند، اما قطع صله رحم را انگار که چیز بسیار عادی است. نه خیر،
چیز بسیار خطرناک و خیلی بزرگی است. گناهش به اندازه ثوابش هست. کسی که صله رحم میکنه او را خداوند میگه که من او را پیوست و ارتباط میتونم با خودم. کسی که را قطع میکنه خداوند میگه او را من قطع میکنم، از بین میبرم. گناه بزرگی است. عزیزان گرامی متوجه این امر باشید. با هر مسلمانی که برابر است از نزدیکان شماست یا دور هست ناراض هستید، از امروز دلتان را صاف بکنید، کینه و کدورت را از دلتان دور بکنید، بروید به او سلام بکنید و صلح و آشتی بکنید، مبادا که خداوند به خاطر قطع این صله رحم رحمت‌های خود را از ما دور بکند و از ما منع بکند. الله همه ما شما را توفیق نصیب بکند که ارتباط صله رحم داشته باشیم، روابط داشته باشیم، روابط نیک داشته باشیم، به خویشان و نزدیکان خود برسیم، از حال و احوال آنها جویا شویم تا الله متعال ما را هم در جمله صله رحم کننده ها جمع بکند. تا قسمت بعد، تا گناه بزرگ بعدی، الله یار و مددگارتان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.